مثلا صنف نوبتگی 180,000 نوریدین سعید وزیر معارف تاجیکستان به علم و معارف تاجیک مشغول است یا وزارت را به منبع درآمدش تبدیل داده است؟ Систематически отсутствие ребенка на занятиях в школу. Латукуби кудак. نوابسته از روسیه شکسته اش او رساله نامزدیش را هنوز سال 1991 با زبان روسی حمایه کرده است. رساله دکتریش را باشد سال 2009 ولی دیسرنت هنوز رساله های او را تحقیق نکرده است. نوریدین سعید که قبلا نسبش جرتیف بود 10 ینور سال 2012 وزیر معارف تعیین شد. قبلا 3 سال دانشگاه ملی تاجیکستان را رهبری کرده بود. او از زینه‌های منصب با دستگیری برادر رئیس جمهور نوریدین رحمان بالا رفته است و مثل هر وزیر دیگر وزارت معارف را به منبع درآمد خانوادگیش تبدیل داده است. تا نوریدین سعید هم طلبات لباس یگانه مکتبی وجود داشت ولی بعد وزیر شدن او خوانندگان موظف شدند لباس را از دکان یا کارخانه معین خرند. در مرکز ختلان جمعیتی دارای مسئولیتش محدود کارگاه دوزندگی قرغان تپه فعالیت میکند که به دوختن لباسهای مکتبی مشغول است. بیشتر مکتب‌های شهر و اطراف آن خوانندگانشان را موظف کرده اند لباس‌های مکتبیشان را از این کارگاه خریداری کنند. مالک جمعیتی دارای مسئولیتش محدود کارگاه دوزندگی قرغان تپه سعیدوف میرزا جرتیویچ برادر وزیر معارف نوریدین سعید است. مقصد اساسی ما سهم گذاشتن و انکشاف ساختار معارف در تاجیکستان. ما میخواهیم که تمام جوانان دسترسی داشته باشند و آموزش. اول ماه اپریل سال 2017 نمایشگاه تحصیل در خارج که شرکت مولتیکیت برگزار کرده بود با طلب وزارت معارف پراکنده کرده شد. دیرتر خودی وزیر معارف اقرار کرد که مولتیکیت یکی از آخرین شرکت‌های به خارج به تحصیل برنده بود که بسته شد. وزارت مرکزی برنامه‌های بین‌المللی را تشکیل داده تحصیل در خارج را در این مرکز انحصاری کرد و تمام شرکت‌های دیگر را بست. حالا دانشجو برای دریافت اجازه تحصیل طبق بورسه دولتی در خارج باید از 1000 تا 3000 دلار رشوه پرداخت کند. طبق گفته خود نوریدین سعید در سال 2016 این مرکز 4,512,000 نفر را برای تحصیل به خارج فرستاده است. حتی با کمترین نرخ والدین برای فرستادن این گروه بزرگ دانشجویان 4.5 میلیون دلار رشوه داده اند. هر سال مکتب میانه را در تاجیکستان حدود 100,000 نفر ختم میکنند. هر یک از این 100,000 ختم کننده موظف است حق وزیر معارف را پرداخت کند. میدونین که کی به میرود. انا همیشه با مویا بازم فریب میکند. اتستاد نومی آدمی وفات کردگی ده میرود و میفروشد یا یک واریانت دیگه است. شهادتنامه ختم مکتب میانه در کشور از 50 تا 100 سومانی نرخ دارد. به حساب میانه از فروش شهادتنامه به خوانندگان که باید به پول داده شود 7-8 میلیون سومانی جمع می شود. حداقل 40% این مبلغ به دست وزیر معارف می رسد که حدودی 3 میلیون سومانی است. دانشگاه های کشور را باشد حدودی 25,000 نفر ختم می کنند. آنها هم باید برای دیپلم از 50 تا 100 سومانی پرداخت کنند که در عموم حدودی 2 میلیون سومانی می شود. پسر وزیر معارف شاهین سعیدوف که با کمک دیسرنت مشهور شد نایب رئیس خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف جمهوری است. یعنی ساحه را که پدرش ریاستش را به دوش دارد نظارت می کند. فعالیت اساسی این خدمات تفتیش مکتب و دانشگاه ها است.
اکثری تفتیش‌ها در تاجیکستان با مراسا و خورسندی دو طرف یعنی پرداخت رشوه حل می شود. مبلغ عمومی حق این خدمات که از مکتب و دانشگاه ها می ستاند و آنها از والدین خوانندگان به میلیون ها سومانی می رسد. شاهین سعیدوف سابق نامزد علمهای حقوق شناسی شغل کشاورزی هم دارد. او در این ساحت صاحب حداقل یک شرکت است، کооپراتیو تجارتی بابا سعید که با استحصال و فروش محصولات کشاورزی مشغول می باشد. 100% سهم این شرکت به شاهین تعلق دارد و رئیس آن هم امکش سعیدوف اشور جرتیویچ است.